بزرگی به کام شیر در است، شو خطر کن ز کام شیر بجوی. یا بزرگی و عز و نعمت و جاه، یا چو مردانت مرگ رویاروی. برنامه ای از غلامرضا حسین‌پور. با سلام و درود بینندگان و شنوندگان گرامی، من رضا حسین‌پور هستم و از تلویزیون کانال 1 آقای شهرام همایون با شما صحبت می کنم. درود میفرستم بر شما مردمان شریف و دلاور ایران و همه کسانی که الان برنامه رو تماشا می کنند و یا بعداً می بینند. مردمان ایران، همه ما الان سال هاست که منتظر تغییر جمهوری اسلامی هستیم، اما همیشه به صورت نامفهومی در این زمینه صحبت کردیم. منتظریم که رژیم تغییر بکند. این رژیم خود به خود تغییر نمی کند. ما باید بگوییم که ما مصمم هستیم که این رژیم رو تغییر بدهیم، برای اینکه منبع اصلی عمل و کنش در ایران مردمان ایران هستند و این مردمان ایران یک مملکت هستند که یک مملکت رو می سازند یا خراب می کنند. اونچه بر سر ایران آمده است توسط مردمان ایران پدید آمده و ما هستیم که مسئول هستیم که این رژیم رو تغییر بدهیم و بعد از این همه تجربیات تلخی که داشتیم کشوری بسازیم که مورد علاقه ما باشه، نظامی که مورد علاقه ما باشه، در آن آبادی و آزادی و رفاه و ثبات باشه. و اما این آرزوها عملی نخواهد شد مگر اینکه اول جمهوری اسلامی رو تغییر بدیم و تغییر جمهوری اسلامی اکنون بیش از هر زمان دیگری امکان پذیر هست اگر ما همت بکنیم. همه چیز بستگی به همت ما داره و میزان همت ما. اگر میزان همت ما 100% باشه، ما میتوانیم جمهوری اسلامی رو 100% تغییر بدیم. بنابراین این بستگی به تک تک شما داره که تا چه حد این مسئولیت ایجاد همت رو در درون خودتون ایجاد میکنید. برای بررسی این مسائل 3 کارشناس رو دعوت کردم. آقای دکتر علیار کنگرلو از نیویورک امریکا، فعال سیاسی. آقای وجدان عبدالرحمن، میبخشید هنوز متوجه دقیق نیستم که کدوم یکی رو اول بگم. وجدان عبدالرحمن از فعالان سیاسی عرب از لندن و همینطور آقای بیژن قبادی از فعالان سیاسی کرد از عراق. به هر 3 مهمان گرامی خوش آمد میگم. برنامه رو با شما شروع میکنم. آقای کنگرلو، شما به عنوان یک ساینتیست، به عنوان یک دانشمند، مغزتون قاعدتاً باید بر اساس علم کار بکنه، یک حالت خارج از حدس و گمان و تصور میکنم و خیال میکنم باید اونجوری فکر بکنه. با هم صحبت کردیم که این رژیم باید تغییر بکنه و جز ما هم کسی از عامل تغییر وجود نداره و گفتیم که یک سری درس ها رو از تاریخ ایران گرفتیم که تظاهراتی که در طول انقلاب مهسا انجام شد بخش بزرگش محلی بود و به همین دلیل مسئولیت زیادی پیدا کرد، بیشتر ادامه پیدا کرد و داشت به نتیجه می رسید هم. و این تظاهرات محلی رو گفتیم که اگر همراه آن انجمنهای محلی خود مدیریتی هم در همون محله پدید بیاد و این انجمنها در یک شبکه بزرگ به هم وصل بشن به صورتی که هزاران
محله در سر تا سر ایران به هم وصل بشن، در آن صورت امکان تغییر رژیم توسط خود ما ایرانی ها بسیار بسیار امکان پذیر خواهد بود. در خدمتتون هستیم. بله، البته من در مورد این مسئله که رژیم تغییر بکند یا تغییر نکند بهتون بگم که هیچ پدیده‌ای در طبیعت نیست که ایستا باشه و تغییر نکنه. همه چیز در حال تغییره و همه چیز در حال حرکته. ما باید قابلیت خودمون رو از تغییرها و مشاهده تغییر بفهمیم و ببینیم و به حساب خودمون بدیم. مثلا شما به خود جمهوری اسلامی نگاه کنید. جمهوری اسلامی درست پس از جمهوری اسلامی سال 57 با جمهوری اسلامی سال 58 فرق می‌کرد. سال 57 تو ایران واقعا دموکراسی بود برای 1 سال حداقل، در حالی که همین حکومت سر کار بود. بعد این حکومت به لحاظ اتفاقهایی که افتاد ماهیت این حکومت عوض شد. یعنی جنگ ایران و عراق یکی از اون دلایلی بود که به حکومت اجازه داد که خودش رو از مخالفین سیاسی خودش تصفیه بکنه و بعد خود جنگ اثرات بسیار مخربی بر هویت این حکومت داشت. پس از جنگ اتفاقاتی که افتاد که جمهوری اسلامی در زمان جنگ به خودش این امر مشتبه شده بود که با سرمایه‌داری جهانی در جنگ، بعد مجبور شد یه سری کارهایی بکنه که اون کارهایی که کرد درست بر علیه خودش تموم شد. یکی از موارد دیگه‌ای که خود جمهوری اسلامی داره تغییراتی رو به ارمغان میاره، تعداد تحصیل کرده های زن‌ها در دانشگاه‌های ایران هستند. شما ببینید در نه تنها در دنیای اسلام بلکه در دنیای غرب یه همچین اعداد و ارقامی وجود نداره که 70% دانشجویان دانشگاه‌های یک کشوری زن‌ها باشه. من فکر می‌کنم در این رابطه ما بالاترین درصد رو از تحصیل کردگان زن در جامعه داریم. به هر لحاظی که جمهوری اسلامی این کارو کرده باشه، که خب هممون می‌دونیم به چه لحاظی این کارو انجام داد، به خاطر اینی که در زمان محمد رضا شاه پهلوی پدر و مادر کسانی که بسیار معتقد به دین اسلام بودن اطمینان نمی‌کردن دختراشون رو به دانشگاه بفرستن. پس از برقراری انقلاب اسلامی اطمینان کردن چون دانشگاه اسلامی شده بود. همین امر اسلامی شدن دانشگاه‌ها بر علیه جمهوری اسلامی تمام شد. جمهوری اسلامی فکر میکنه اسلامی کردن دانشگاه‌ها به نفعش تمام شده، ولی فضای اسلامی دانشگاه‌ها زن‌های زیادتری به دانشگاه‌ها آورد، زن‌های زیادتری که به دانشگاه آمدن و چون در خاطره تاریخی خودشون و مادرانشون آزادی زن‌ها در زمان پهلوی رو داشتن، این دوتا با همدیگه یک کوکتل خطرناکی رو تشکیل داد که امروز داریم تبلورش رو در جنبش زن زندگی آزادی می‌بینیم. بنابراین جمهوری اسلامی هر چقدر که تغییر بکنه، هر چقدر که سعی بکنه که تغییر نکنه، تغییر خواهد کرد. آمریکایی‌ها یه ضرب المثل خیلی معروفی دارن، میگن هر چی که چیزها تغییر میکنند، یعنی واقعا به این اعتقاد دارن که چیزها تغییر میکنن، همه چیز، حتی من و شما هم الان اگه شما به بدن خودتون فکر کنید، در بدن شما یه دونه سلول از 6 ماه پیش وجود نداره. همه چیز شما از ناخن شما تا فرق سر شما عوض شده. منتها اون چیزی که شما رو هنوز همون دکتر حسین بره 6 ماه پیش و 1 سال پیش میکنه، خاطراتی هست که از اون انسان 6 ماه پیش به انسان 6 ماه بعد منتقل میشه. بنابراین خاطره تاریخی ما ایرانی‌ها به ما اجازه میده که از خودمون بپرسیم چه نوع ایرانی میخوایم و این بسیار بسیار مهمه. الان ایرانی‌ها دارن به دنیا نشون میدن که در صف اول تقاضا و مطالبات تغییر زنان ایرانی ایستادن که جمهوری اسلامی فکر میکنه اینا محصول کارخونه انسانسازی و مسلمانسازی اونا هستن، ولی همین کسانی که از درون تعلیم و تربیت سیستم تعلیم و تربیتی جمهوری اسلامی میان تبدیل شدن به پرقدرت ترین و پرشهامت ترین سربازانی که در آینده ما تغییرات رو به ارمغان خواهند آورد. بله، تشکر میکنم. خب در راند بعدی میپردازیم عملاً به عوامل تغییر. چه کسانی هستند؟ زنها هستند، دیگران هستند و اونها از چه راههایی باید استفاده بکنند که عملاً این تغییر رو پدید بیارند. آقای عبدالرحمن وجدان، شما چه فکر میکنید در همین زمینه؟ آیا این ما هستیم که باید تغییر را در ایران ایجاد بکنیم و یا این که انتظار داشته باشیم از دیگران؟ و عوامل تغییر در ایران چه کسانی هستند و آیا این راه تظاهرات محلی و انجمنهای محلی میتواند یک راه مؤثر برای تغییر رژیم باشه؟ بارز سلام
خدمت شما دکتر حسین بور و دوست عزیزمون از نیویورک دکتر کانگرلو و آقای قبادی و بینندگان محترمتون، قبل از جواب سوال شما که بر 2 محور متمرکز شده، من یک مورد از سخنان دکتر رو باش موافق هستم و اون که موضوع دانشگاه هاست. کاملا با ایشون من موافق هستم و ما شاهد بودیم که دانشگاه الصادق که توسط برای نیروهای نظام معمولا تأسیس شده، ولی در تظاهرات زن زندگی آزادی ما شاهد بودیم که دانشگاه الصادق که اساس اون برای دفاع از نظام بر علیه نظام شد. بنابراین علم و معرفت آگاهی میاره و آگاهی معمولا مطالبات رو به وجود میاره، این کاملا. ولی در مورد سال 58 ما شاهد بزرگترین دیکتاتوری از نظام جمهوری اسلامی، چه کشتارهایی که در عربستان ایران یا اقلیم اهواز یا کردستان یا ترکمن صحرا. اما در مورد سوال جناب عالی، بخش اولش هیچ شکی نیست، هیچ تغییری ایجاد نمی شود مگر اینکه مردم خودشون بیان وسط. اگر بنا باشه شما به دیگران اعتماد بکنی یا از دیگران انتظار داری که کار را برات تهیه بکنن، باز رژیمی شاهدیم که مثل رژیم خمینی خواهد بود. مردمان ایران در سال 57 شرکت بسزایی در انقلاب کردن، اما متاسفانه این انقلاب مورد ایده مردم نیست، بلکه رسانه‌های BBC و مونتکارلو بر علیه مردم ایران تحمیل کرده، گرچه ظلم‌هایی در آن دوران بوده و تغییر ایجاد شده. بنابراین اگر مردمان ایران باز هم به شبکه‌های دیگری اعتماد بکنن و خودشون سهامدار اصلی این تظاهرات و این تغییر نباشن، باز ما شاهد یک رژیم دیکتاتوری. بنابراین این موضوع به سوال دومت برمیگرده جناب دکتر حسین بور. بنابراین هیچ تغییری ایجاد نمیشه مگر اینکه مردم بیان جلو، شرکت بکنن و این نظام آینده رو ما از بخش‌های کوچک کشور شروع بکنیم. یعنی اینکه به جای اینکه از حرم به قاعده، ما میایم از قاعده به حرم میریم جلو. یعنی اینکه این مسئله محله ها بسیار مهم، هم از نظر اینکه بتون وحدت رو بیشتر، خطر رو کمتر و تهدید بر علیه نظام بیشتر خواهد شد و باعث میشه که ما حکومت‌های کوچک رو ایجاد بکنیم و این حکومت‌های کوچک حکومت‌های بزرگتری ایجاد میکنه تا اینکه به سر حرم برسه. بنابراین شرکت مردم و ایجاد این کمیته های محلی میتونن تأثیر بسیار سزایی در سرنگونی نظام و در آینده ایران و حتی تظاهراتی که در سال گذشته انجام شده، ما شاهد بودیم که تداوم این تظاهرات برای یک مدت بسیار زیاد که قبل از اون بعد از سال 57 ما شاهد چنین تظاهراتی نبودیم. این به دلیل که یکی اون موردی که شما بهش اشاره کردی و به جا بهش هم اشاره کردی و یعنی امیدوارم بیشتر برنامه در این زمینه ایجاد بشه برای اینکه واقعا مورد تأیید و مثمر بخش بوده این تظاهرات محلی که باید روش بسیار تمرکز ایجاد بشه. تشکر میکنم. آقای قبادی، شما چه فکر میکنید که تغییر رژیم اول یک کمپینی باشه برای اینکه 44 سال گذشت ولی هر سازمانی، هر شخصی خودش تصمیم میگرفت که یک کاری بکنه و خب هیچ کدومشون به ثمر نرسیدن. الان هدف ایجاد یک کمپین سرتاسری است توسط همه کسانی که معتقد به تغییر رژیم جمهوری اسلامی هستند. بنابراین این کمپین تغییر جمهوری اسلامی باید مورد استقبال خیلی قرار بگیره. خوشبختانه من با تعداد زیادی صحبت کردم.
همهشون موافقند و همهشون هم معتقدند که جای یک کمپین سازمان یافته با روش و تدبیرهای مشخص تا به حال خالی بوده. الان زمان اون هست که این کمپین رو با شدت بیشتری شروع بکنیم، مخصوصا که سال روز شهادت مهسا هم داره میرسه. از امروز تا اون روز این کمپین رو به صورتی برنامه ریزی بکنیم که حد اکثر کسانی که علاقه‌مند به تغییر رژیمند درش حضور داشته باشند، سهم داشته باشند و خودشون این کمپین رو در هر کجایی که هستند از همین تظاهرات محلی و انجمنهای محلی در پیش ببرند. نظر شما چی هست در این زمینه؟ صداتون نیست، میکروفونتون بسته است آقای. نه، میکروفونتون هنوز بسته است. باز شد الان آقای، بفرمایید. ضمن سلام خدمت شما همکارانتون و مهمانان برنامه جناب کنگرلو و جناب وجدان و بینندگان برنامه‌تون خدمت عرض بکنم که صحبت‌های اون دو دوستمون رو خیلی نکاتشو من تایید میکنم، باشون همراهم. تصویرتون نیست آقای قبادی، لطفاً تصویر هم روشن بکنید. دیگه دنبال اونا نمیرم، اون بحثا رو تکرار نمی‌کنم. من میخوام یه مسئله دیگه رو خدمتتون عرض بکنم. اونم اینه که در درازای تاریخ و اعصار و قرون گذشته همیشه جوامع خاورمیانه رو با این فرهنگ بار آوردن که همیشه منتظر یه ناجی باشن و مردم در قالب احزاب و تشکل‌ها و سازمان‌های سیاسی که در یکی دو قرن اخیر یه نرم متعارف بوده، خواستن این مسئله رو از طریق نخبگان و الیت جامعه انجام بدن. منتها اونا که درگیر مسائل و مشکلاتی بودن نسبت به ایدئولوژیایی که از اونا تبعیت میکردن و الگوپذیری از اونا رو یا سیاست‌های خاصی رو میکردن، متاسفانه نتونستن نتیجه درستی رو بگیرن و ما دیدیم در قیام 57 نتیجه قیام اینجوری به یغما رفت و این فاجعه تو ایران رخ داد و جامعه ما رو چند قرن عقب‌تر برد. الان دیگه و انقلاب کردن نه وظیفه من نه وظیفه شماست، وظیفه ماست. تک تک ما در این قضیه باید شریک باشیم. دیگه اون فرهنگ ناجیگری رو ما باید با تمام توان بیایم اونو تضعیف بکنیم. نیروی اجتماعی و توده اجتماعی رو متکی بر توان و پتانسیل و ظرفیت و انرژی و قدرت خودش بکنیم و بهش متوجه این واقعیت بشه، جامعه متوجه این واقعیت بشه که هیچ ناجی و نجات دهنده غیر ممکنه بجز توان و پتانسیل و نیروی خودتون به دادتون بیاد و کار رو یکسره بکنه. ما این چند ساله نمونه از این ناجیگری رو ما دیدیم. مثلا از اون فاصله های زمانی و نمیدونم از آسمان و ناجیگری غیبی و اینا که عبور کردیم گذاشتیم، اومدیم ناجیگری مادی رو معامله قرار دادیم. این ناجیگری هم مسئله اون نمایش‌هایی بود که جمهوری اسلامی به اسم انتخابات راه مینداخت. مردم با این توهم پیش رفتن که امیدواریم در این انتخابات آینده یک کاسه‌ای و کوزه‌ای بخوره و وضعیت یه جور دیگه بشه. ما مشارکت می‌کردیم، مردم ما، البته من که نکردم، ولی ما داریم از طرف مردم صحبت میکنیم. مردم ما مشارکت میکردن به این امید که این انتخابات، چه ریاست جمهوری، چه پارلمان، چه مجلس های دیگه و نمیدونم استانها و شهرداری ها، بیایم امید این هستیم که تغییراتی حاصل بشه. منتها در مقابل ما به سیاهی لشکر رژیم تبدیل شده بودیم، مشروعیت رو برای خود رژیم میگرفتیم و ما خودمون روزانه محرومتر از حقوق اساسی و انسانی بیشتری میشدیم. و ما میبینیم اون ضرب المثل فارسی که میگه سال به سال دریغ از پارسال، ما قطعا الان تو جامعه ایران داریم، ما شاید الان بیرونیم، منتها ارتباطاتی داریم، روزانه کانکتیم با جامعه، ارتباطاتی داریم، صحبتایی میکنیم، اطلاعات میگیریم، بازخورد اینا رو ما میبینیم. مردم امسال حسرت پارسال رو میخورن و قطعا سال آینده حسرت امسال رو میخورن، ماه آینده حسرت این ماه رو میخورن. همین مسئله یکی دو روز اخیر که مسئله قیمت نان
30% تا 60% بالا رفته. این چجور میتونه مردم میتونن سفرهشون رو یه جوری پهن بکنن که چیزی توش باشه برای خوردن؟ دیگه حتی نان خالی که قوت خالی مردم هست داره از سفره‌هاشون برچیده میشه. سفره این مردم الان کوچکتر نشده دیگه، سفره‌ای واقعا نموده که پهن بشه. و ما اگر منتظر باشیم از طریق اون نمایشایی که رژیم را میندازه، چه انتخابات مجلس، چه ریاست جمهوری، مثلا الان اسفند ماه آینده امیدوارم تا اون مرحله نرسه جمهوری اسلامی و قبل از اسفند ماه آینده ما کار یکسره کرده باشیم. بازم انتخابات داره، بازم ساز خودشو میزنه. الان یه سری از مردم ما هستن روزانه ما میبینیم در خیابان، در قهوه‌خانه، در تاکسی، در اتوبوس، در مینیبوس، در هر نشستی، در شادی و شیون دارن انتقاد میکنن، فحش میدن. تشکر میکنم آقای مشارکت میکنن. پس آیه حسین بر ما لازمه هممون به میدان بیایم. این وظیفه تک تک ماست، نه من و نه شما، بلکه یه وظیفه عمومیه. چون اگه جمهوری اسلامی رو ساقط نکنیم فردا حسرت امروز رو میخوریم. این تجربه تاریخی این 44 سال. بله من هم همین میگم. ما تمام سختی ها رو میدونیم، شرایط رو هم میدونیم. الان به اونجا رسیدیم که این رژیم رو تغییر بدیم. حالا چگونه تغییر بدیم؟ همه سوال این آقای کنگرلو، چگونه این رژیم رو تغییر بدیم؟ دیگه این که چه بدبختی و فلاکتی بر سر ما آورده، این که ما چیکارا کردیم موفق نشدیم، همه اینا رو کم و بیش میدونیم. الان این استراتژی تظاهرات محلی و انجمنهای محلی رو شما چگونه میبینید و حدود تاثیرش رو در هزاران نقطه ایران که به هم در یک شبکه متصل بشن تا چه اندازه مؤثر میدونید؟ بسیار مؤثره، برای اینکه حکومت‌های دیکتاتوری در دو مرحله شکست می‌خورن. اول فلسفه سیاسی حکومت‌ها به وسیله مردم طرد میشه، البته به تدریج. ضعف جمهوری اسلامی فلسفه حیاتش که اسلام سیاسی هست به وسیله اکثریت مردم ایران با استناد به نظرخواهی‌های مختلف طرد شده. ملت ایران حتی نه تنها از اسلام سیاسی بلکه در بسیاری از نقاط ایران حتی از مذهب اسلام هم عبور کردن و ایدئال ها و اون نوع زندگی که میخوان بکنن رو دیگه در حیطه صلاحیت اسلام که براشون اون نوع جامعه رو بسازه نمیبینن. بنابراین توی مرحله اول حکومت شکست خورده، یعنی فلسفه سیاسی حکومت که یه روزی سالهای 56 و 55 و 54 مردم ایران به استناد به قابلیت رهایی بخشی فلسفه اسلام حکومت مدرن پهلوی ها رو به زیر کشیدن و عنان اختیار رو به دست مسلمانان دادن، مسلمانان متعصبی مانند خمینی دادن. الان از این مرحله از اسلام سیاسی عبور کردن، از خمینی عبور کردن، از ولایت فقیه عبور کردن، از قابلیت اسلام برای ساختن جامعه ایدئال هم عبور کردن. حالا مونده اون چیزی که شما گفتین. در مرحله دوم حکومت‌ها به وسیله سازمان و تشکیلات سیاسی برای مقابله اول برقراری توازن قوا بین ملت و حکومت و دوم حتی برهم زدن این توازن قوا و سنگین‌تر کردن کفه ترازوی مردم انجام میشه. البته راه‌های مختلف سازماندهی وجود داره ولی راحت ترینش همون چیزی است که شما گفتین، سازماندهی در ابعاد بسیار کوچک. به خاطر چتر امنیتی که حکومت داره مردم میتونن ابتدا در گروه‌های بسیار کوچک که اطمینان واثق دارند که عناصر مخرب، عناصر اطلاعاتی در میانشون نیست، یه هسته‌هایی رو تشکیل بدن. این هسته‌ها به شکل بسیار مطمئن با هسته‌های مجاور خودشون از نظر جغرافیایی تماس برقرار بکنن. درست همونطوری که سلول‌های بدن، ببینید یه سلول بدن شما به تنهایی تمام بدن شما رو که کنترل نمی‌کنه که. این سلول‌ها در این حال که استقلال رأی و استقلال عمل و استقلال ساختاری دارن، با سلول‌های مجاور خودشون هم رابطه برقرار می‌کنن و این تشابهی که بین این سلول‌ها هست این قابلیت ارگان‌های مختلف بدن زنده رو ایجاد می‌کنه. درست این ساختاری که شما دارین تجویز می‌کنین درست مثل ساختار تمام موجودات طبیعیه، مثل ساختار بدن انسان، مثل ساختار گیاهان، مثل ساختار منظومه شمسی و تمام ساختارهای طبیعی از این قابلیت رابطه ارگانیک و سازماندهی در مقیاس کوچک و عملکرد در مقیاس وسیع عمل می‌کنن که به نظر من چون طبیعت به ما یاد داده که این بسیار ساختار مؤثریه
برای زنده بودن و انتقال اطلاعات از یک منطقه به یک منطقه دیگه و در نهایت یک هدفی تعیین کردن و یک مفهومی به زندگی اون موجود زنده دادن. الان هم مردم ایران اون مفهومه رو پیدا کردن، میدونن که میخوان یک حکومت دموکراتیک در ایران برقرار بکنن، ولی این مسئله سازمان تشکیلات و پی بردن به اهمیت سازماندهی در ابعاد کوچک و اتصال به ابعاد بزرگ در عین حال که مسائل امنیتی رعایت میکنن، به نظر من یک راه حل بسیار مؤثر. دیگران هم از این راه حل به آزادی رسیدن، دلیلی وجود نداره که ما هم از این راه به آزادی نرسیم. تشکر میکنم. آقای وجدان، این سوال از شما بپرسم که تجربه ای رو که داریم، چیزهای مختلف رو گفتیم، تجزیه و تحلیل کردیم، الان به اصل رسیدیم. یک کمپین برای تغییر رژیم به منظور رسیدن به آزادی، آبادی، رفاه و عزت و حرمتی که مردم ایران لایقش هستند. این یعنی چیکار باید بکنیم که این گروه ها، این انجمن ها در سر تا سر ایران تشکیل بشند و سر تا سر ایران، مثلا در خود رژیم گفته بود که در دفعه پیش 16,000 تا محله وارد کارزار شدند و رژیم نصف نیروهای خودشو از دست داد در اثر اون. برای اینکه مدت ها ما شروع کردیم که وقتی که این انجمن رو تشکیل میدید، این شورا رو تشکیل میدید، هرچی رو تشکیل میدید، اولین کاری که باید بکنید اینه که اون کسی که از خانواده شما بخشی از رژیم اون جدا بکنید، اون همسایه‌ای رو که بخشی از رژیم اون جدا بکنید، اون دوستی رو که بخشی از رژیم اون جدا بکنید. به این وسیله خود رژیم میگه که ما 50% اعضای خودمون رو یا جاسوسان و حامیان خودمون رو از دست دادیم. الان این کمپین میگوید که این دفعه به جای 16,000 محله در 100,000 محله ما این کمپین رو راه بندازیم، مبارزات رو راه بندازیم. اگر چون این چیزی بشه، اون وقت چه فکر میکنید؟ جمهوری اسلامی واقعا سقوط نمیکنه؟ حقیقتش ما باید از جوانان و نوجوانان و ما شاهد بودیم وقتی که یک سری نوجوانان باشه مصاحبه می‌کردن، از نظر علم و معرفت سوادشون از سنشون خیلی بالاست هست. از نظر موضوع کمیته هایی که تشکیل شده یا جنبش های محلی، این پیشنهاد جناب دکتر حسین بور نیست. این پیشنهادی است که خود جوانان و نوجوانان ایجاد کردن. این خودشون هستن با 16,000 نیرویی که ایجاد کردن یا 16,000 محله‌ای که ایجاد کردن، نظام در آستانه سقوط بود. نظام سقوط کرده بود. متاسفانه حالا نمیشه هرچه که دانست گفت. در خارج، از خارج هم ساپور شده این نظام که فعلا ظاهرا نیاز بهش وجود داره، ولی نظام با این 16,000 و با اون وحدتی که بی سابقه بود، ما شاهد بودیم که شعاری که از بلوچستان تا کردستان یا از اهواز تا آذربایجان شاهدش بودیم، در طی 40 سال گذشته ما شاهد همچه وحدتی بین مردمان ایران چه در وسط و چه مناطق ملیت ها شاهد وحدتی بودیم که باعث شده که این نظام در آستانه سقوط بود و از خود نظام ما هم شاهد بودیم که نتایج این تظاهرات جدایی هایی انجام شده الان، و حتی افرادی هستند که از خود دل نظام هستند از این نظام دست کشیدن و بر علیه نظام شدن. یه سریشون بازداشت شدن و یه سریشون دارن بر علیه نظام فعالیت میکنن، برای اینکه اونها دیدن واقعا جوونا و نوجوانا اومدن به صحنه. مشکل اساسی بین نظام و مردم کلی فاصله است. اون نظام بر چیزی تکیه میکند با اون مسئله اسلامیت که هویت خودش باز هم از دست داده با توجه به اون فیلم هایی که پخش میشه و نیازهایی که جوانان و نوجوانان امروز، نوجوانان با توجه به تکنولوژی هایی که موجود هست،
از دورترین نقاط ایران میتونن با نیویورک در تماس داشته باشن به همسن سال خودشون. بنابراین نیازها یکی شده و جمهوری اسلامی برعکس این نیازها کار میکنه. بنابراین سرنگونی نظام اگر این تعداد که شما بهش اشاره کردی 100,000 و این خیلی هم ممکن هست و ممکن هم بیشتر باشه، 100% دیگه در این زمینه نظام نمیتونه مقابله بکنه و سرنگون خواهد کرد. تشکر میکنم. آقای قبادی، اگر سخن از اینجا شروع بکنیم، الان نیازها مشترک شده در ایران، خواسته ها مشترک شده، حقوق ده و اون چیزی رو که باید انجام بدیم فعالیت های مشترکه. جای فعالیت های مشترک و سرتاسری در ایران خالی بوده، فعالیت ها اینجا و اونجا بوده. حالا این فعالیت های مشترک رو سرتاسری از طریق همین انجمنهای محلی هم برای تظاهرات و هم برای استقرار دموکراسی بعداً، برای اینکه وقتی که این رژیم تغییر بکنه این کشور در حالت بحران قرار میگیره و همین انجمنها میتوانند هم بحران رو اداره بکنند هم پایه های دموکراسی رو بگذارند برای بعداً. این فعالیت مشترک، تلاش مشترک و کار مشترک رو چگونه از طریق ایجاد این انجمنهای محلی ایجاد بکنیم؟ ما تو عرصه کاری مشخص داریم به عنوان مردم ایران. یکی داخل ایران و کارزاری که با جمهوری اسلامی رو در رو داریم، یکی عرصه خارجیه که همون جوری که جناب وجدان اشاره کردن ساپورتایی که جمهوری اسلامی میشه از طریق قدرت‌های خارجی و یه سری لابیگری‌هایی که هست و اعمال نفوذی که کرده. اون نیروهایی که خارج از ایران حضور دارن باید تمرکز بکنن روی این مسئله که جامعه جهانی رو و افکار جامعه جهانی رو به این سمت سوق بدن که دیگه دست از حمایت جمهوری اسلامی بردارن. باید اونا متوجه این واقعیت بشن جمهوری اسلامی پیش مردم ایران مدت هاست مرده. حالا اگر تمرکز بکنیم روی داخل چیکار بکنیم؟ داخل دارم اونو میگم. چون وقت متاسفانه رو به اتمامه. ما دو حوزه داریم، حوزه خارج که گفتم، حوزه داخل و الان باید ما اولین چیزی که نیاز داریم اعتماد. تو خانواده ما به هم اعتماد داریم، تو همسایه ها با ما به هم اعتماد دارن، تو محله به هم اعتماد دارن و وقتی ما این حرکت جمعی رو بر اساس اون دایره های رو به تصاعد و رو به تضاعف، رو به تصاعد و رو به گسترش محلات در نظر بگیریم، جمع خانواده هم اعتماد دارن، همدیگه رو میشناسن، اینا هر کدوم حلقه های واسطه و پیوندی دارن با خارج از خودشون و این اعتماد و اینجوری اگه ما گسترش بدیم، اونایی هم که هنوز به عنوان قش خاکستری هنوز به میدان نیومدن و حضورشون غایبه، اینا هم از طریق همین حلقه های واسطه و همین حلقه های اعتمادی که داره گسترش پیدا میکنه جذب این مبارزه بشن، مطمئن باشین این نتیجه میده و نتیجهش هم قطعیه. و ما باید روی مسئله متمرکز بشیم که اداره امور محلات رو خودمون به دست بگیریم. دولت کیه؟ حکومت کیه؟ غیر از اینه که از نمایندگی ما داره اداره امور رو انجام میده، خب ما بیایم این اداره امور رو با کسی تفویض نکنیم برای مدت مشخصی. اداره امور رو با خودمون باشه، خودمون ادارهش کنیم، خودمون محلمون و شهرمون و ناحیه‌مون و استانمون رو اداره بکنیم و در مقابل نیروهای جمهوری اسلامی با این اعتمادی که ایجاد میشه ما اگر قرار بگیریم و بیستیم و به هم اون حلقه اعتماد و گسترش بدیم، بدون شک به نتیجه قطعی میرسیم و راه گریز از راه ساخت کردن جمهوری اسلامی من فکر نمی کنم غیر از این باشه با اراده جمعی مردم ایران. بله، تشکر میکنم. آقای کنگرلو، متاسفانه همیشه وقت کم هست و برای این بحثا هم وقت کم میاریم. خلاصه نظر شما که این فعالیت مشترک رو چگونه ما شروع بکنیم با تظاهراتی مثلا در 100,000 نقطه ایران مستقل و مرتبط که هر انجمنی بتونه کار خودش رو انجام بده ولی در ضمن مرتبط باشه با همسایگان
با کسان دیگری که دورتر هستند، انجمنهای در سطح شهر، در سطح چندین شهر، تمام شهرهای همسایه، و به این وسیله هر شهری که یک همسایه داره، همه این شهرها وقتی که از طریق این انجمنها به هم وصل بشه، اون وقت فکر میکنید که جمهوری اسلامی میتونه که قدرت سرکوب اینها رو میتونه داشته باشه، و یا اینکه واقعا مردم به سوی یک حرکت نهایی موفق پیش میرند؟ به نظر من حکومت در نهایت نمیتونه از پس مردم بر بیاد. سازمان و تشکیلاتی که مردم به مبارزات خودشون میدن راه رو کوتاه‌تر میکنه و قیمت رو کمتر میکنه. من فکر کنم همون چیزی که شما بهش اشاره کردین که 10 ماه پیش 11 ماه پیش ملت ایران با سازمان و تشکیلات دادن 16,000 هسته مبارزاتی و اتصال اینا با هم دیگه حکومت رو ظرف مدت کوتاهی به ورطه سقوط کشوندن، خودش نشون دهنده اهمیت سازمان و تشکیلاته. و چون انسان‌ها درس میگیرن از شکست‌های قبلیشون، من فکر می‌کنم که در مرحله بعدی، حالا چه در سالگرد مهسا باشه یا چه در یه موقع دیگه باشه، مبارزه در ابعاد وسیع‌تری اتفاق میفته. یعنی بعید نیست که اون 85,000 هسته‌ای که اگه هر کدومشون 1000 نفر درشون عضو داشته باشن تمام ملت ایران رو پوشش میده، بتونه جمهوری اسلامی رو در مرحله بعدی شکست بده. یا اینشتین میگه که پیروزی یعنی شکست در حال پیشرفت. ما یعنی اگر در هر شکستی، اگر پیروزی شما در اون پروژه‌ای که انجام میدین در پروژه شماره 85 نهفته باشه، پنهان شده باشه، شما اگر در شکست 84 متوقف بشین، پیروزی رو از خودتون دریغ کردید. بنابراین ملت ایران هم از تمام شکست هایی که در مبارزش بر علیه جمهوری اسلامی در 44 سال پیش گذشته خورده، اینا رو درس گرفته. از حکومت بیشتر درس گرفته. من مطمئنم این درس ها در سازمان و تشکیلات مبارزات محل محور و وسعت بخشیدن و ارتباط ارگانیک و اجتناب از افتادن در تور امنیتی، اینا رو به کار میگیرن و عاقبت دهشتناکی در انتظار جمهوری اسلامی. سرنگونی جمهوری اسلامی دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. بله، تشکر میکنم. آقای وجدان، خواهش میکنم شما هم به طور خلاصه بفرمایید، وقت رو به پایان هست. چطور ما تعهد این کمپین مشترک رو برای عمل مشترک در سرتاسر ایران از طریق ایجاد این انجمنها برای تظاهرات و برای استقرار دموکراسی بعد از اون شروع بکنیم؟ حقیقتش ما باید اونایی که هم در خارج هست، به خصوص رسانه ها، میتونن کمک شایانی در این زمینه ایجاد بکنن، ولی کمیته هایی که در داخل تا الان تشکیل شدن سعی بر اون بکنن که این تعداد کمینا، چون میدونیم به شکل یک زنجیروار ایجاد میشه، اگر کسی از یه جای شروع کرد این زنجیره ها به هم دیگر وصل میشن و خواهند شد. بنابراین هرچه تعداد فعالین یا حلقه هایی که الان وجود دارن و تا الان دارن عمل میکنن، سعی بکنن که این تعداد حلقه ها رو بیشتر بکنن، از حالت منطقی خارج بشن و از الان با توجه به وسایل سوشیال میدیا راحت میشه این ارتباط رو ایجاد کرد و با ایجاد این حلقه ها 100% هر حلقه‌ای که تشکیل می شود خودش باز هم حلقه های خود را تشکیل خواهد داد و این باعث میشه که مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی رو سریعتر ایجاد میکنه. علاوه بر آن باز یه سری جنبش‌هایی هستن مثل آنچه که الان در بلوچستان ایجاد شده. یک سری علمایی وجود دارن که باعث میشه مردم را به شکل گروهی دور خودش رو جمع میکنه. بنابراین ما از تمام این حلقات رو استفاده میکنیم. جاهایی که ما نمیتوانیم مولا عبدالحمید رو داشته باشیم، این حلقه های کوچک رو ایجاد میکنیم و در جاهایی که میتونیم مثل مولا عبدالحمید و بقیه علمای اهل تسنن چه در بلوچستان یا کردستان ایجاد بشه، باز از این انرژی ها استفاده بکنیم. تشکر میکنم. آقای قبادی، ایشون اشاره کردن به مسئله بلوچستان و مولوی عبدالحمید. همین تحولات در ایران موجب شد که در درون مولوی عبدالحمید و بسیاری از علمای بلوچستان سر تا سر ایران هم یه چیزی بیاد
که الان اونها تبدیل شدن به رهبران مبارزات و در سیستان و بلوچستان اون روحیه مبارزاتی و حماسی قدیمی و کنونی رو زنده کردند، به صورتی که الان ظرف این هفته گذشته بیش از 22 نفر از بلوچه اعدام شدند، اما نترسیدند. یعنی فراتر از مرگ رفتند، فراتر از ترس رفتند و همچنان هستند، مبارزه میکنند، تعداد زیادی رو هم گرفتند. این روحیه حماسی کم و بیش در کردستان هم وجود داره، در جاهای دیگر ایران هم وجود داره. این روحیه حماسی رو چگونه تبدیل بکنیم به عملیات مشترک در سرتاسر ایران؟ خود نوع عملکرد جمهوری اسلامی در این مدت 1 سال اخیر باعث شده که خود نیروهاش، خود اون ظرفیتی که داشت برای سرکوب محدود بشه و دوچار ریزش بشن نیروهاش. و اگه ما بتونیم حضوری مستمر در میدان داشته باشیم، الان روزانه ما در کردستان داریم میبینیم بازداشتی داریم، 10 نفر رو تو چند روز گذشته تو کردستان بازداشت کردن، اثری ازشون نیست، خانواده‌هاشون ازشون هیچ اطلاعی ندارن. این ناشی از وحشتیه که به خاطر سالگرد آغاز انقلاب ژینا شروع شده و مردم روحیه گرفتن، مردم دیگه ترسشون ریخته. این واقعیتیه، این جسارتی که جوانای ما، مخصوصا دختران و پسرانی که در سیستم آموزشی خود جمهوری اسلامی بار اومدن منتها میدان رو خالی نکردن، همش اومدن میدان، این عمده ترین انرژی رو به نیروهای اجتماعی تزریق کرده و میکنه. و ما اگر این اعتمادی که به هم داریم، این پتانسیلی که از ظرفیتی که در جامعه امروز ایجاد شده، دوستان اشاره کردن به مسئله عبور مردم از قدرت‌های مصنوعی که جمهوری اسلامی براشون ساخته بود، مردم از اینا عبور کردن، اینا خودش به مردم انرژی میده و بهترین زمینه است که ما بتونیم اینا رو تقویت بکنیم و حضوری مستمر و گسترده داشته باشیم. چون جمهوری اسلامی نیروهای سرکوبش دوچار فروپاشی شدن، دوچار ریزش شدن. اگه ما مدتی بازم حضور مستمر داشته باشیم، حضور مستمر و پراکنده و اینا داشته باشیم و بردوام باشه، مستمر اینو ادامه بدیم، قطعا این ریزش نیرو با توجه به فرسودگی تو باقی مانده و تتمه نیروهای سرکوب شروع شده، این فرسودگی بیشتر میشه و قطعا جمهوری اسلامی ابزاری برای سرکوب 80 میلیون انسان نداره. بله، تشکر میکنم. 3 دقیقه دیگه ما وقت داریم. آقای کنگرلو، خیلی خلاصه، آیا ما میتوانیم اون روحیه حماسی سیستان و بلوچستان رو که پدید اومده به سایر جاهای ایران ببریم و بگوییم که هر ایرانی مسئول نجات کشورش است، درست مثل رستم، مثل ستارخان، باقرخان و بقیه بزرگان ایران؟ چگونه این فرهنگ رو به همه جا برسونیم؟ به نظر من دلیل این که مردم سیستان و بلوچستان به این شکل قهرمانانه و به شکل پیوسته به مبارزه خودشون ادامه میدن، دلیلش ستم مضاعفه. ستم مضاعفی که حکومت جمهوری اسلامی به بعضی از مناطق محروم ایران تحمیل کرده، به طور کلی ستم و درجه ستم هست که به انسانها صلاحیت و انرژی مبارزه میده. جمهوری اسلامی به مردم کردستان جفا کرده، به اقلیت‌های ایران جفا کرده، به مردم حاشیه‌نشین جفا کرده، به زنان جفا کرده، به اقلیت‌ها جفا کرده، اقلیت‌های مذهبی. و این جفای مضاعفی که حکومت میکنه، این به اون اقلیت‌ها و به اون گروه‌های خاص بهشون انرژی و دلیل مشترک برای مبارزه میده و به همین خاطر هست که مردم سیستان و بلوچستان قهرمانانه دارن مبارزه میکنن و خوشبختانه جمهوری اسلامی در ستم کردن دست بسیار فراخی داره و به همه، حتی به شیعیان ایران هم ستم میکنه و این بزرگترین معجزه برای سرنگونیش هست. بله، تشکر میکنم. آقای وجدان، شما هم خواهش میکنم خیلی در کمتر از 1 دقیقه بفرمایید که این روحیه حماسی رو چگونه میشود در تک تک ایرانی ها ایجاد کرد؟ حقیقتش ایمان بزرگترین و عملترین موضوعی است که باعث میشه که این تظاهرات ادامه پیدا بکنه و بتونه همونجوری که در بلوچستان شده ایجاد بشه. ولی من
یه موردی میخوام بهش اشاره بکنم و اون به کسانی که الان دارن برای نظام جمهوری اسلامی مجانا یا بدون هیچ مقابلی دارن برای جمهوری اسلامی کار میکنن، بهشون بگیم که جمهوری اسلامی الان سرنگون شده است، حلقات بسیار بالای نظام الان ریزش کرده و همه شماها میدونید، اونایی که برای نظام دارید کار میکنید، حلقات الان که در بالا هستن ریزش کردن و دارن یا پولهای خودشون رو میبرن یا اینکه از نظام جدا میکنن. بنابراین این نظام سرنگون شده است. شماها جون خودتون الان در خطر نندازید و در آینده است. تشکر میکنم. آقای قبادی، شما چگونه این روحیه حماسی در سیستان و بلوچستان رو در جاهای دیگر ایران ایجاد بکنیم؟ اگه ما بخوایم به صورت تزریقی اینو تزریق بکنیم شاید بعید باشه و خیلی غیر ممکن. منتها اگر ما بیایم خودمون با خودمون خلوت بکنیم، بگیم آقا این وضع تا کی، من چقدر دیگه میتونم این وضع رو تحمل بکنم، چقدر دیگه میتونم دوام بیارم، همین سوال رو از خودمون بکنیم و دنبال پاسخش باشیم، قطعا به نتیجه بهتری میرسیم. تشکر میکنم دوستان گرامی، جناب بیژن قبادی، جناب عبدالرحمن وجدان و جناب کنگرلو. خیلی ممنونم که در این برنامه حضور یافتید. و اما سخنان پایانی مردمان شریف ایران: تا همگی ایرانیان برای نجات ایران تلاش نکنند، ایران آزاد نمی شود. شما مثل مولوی عبدالحمید، مثل بلوچ ها که جان خودشون رو در این راه گذاشتند و همونطور که گفتم 22 نفر رو در هفته پیش اعدام کردند، در یک روز فقط 7 نفر رو اعدام کردند، ولی اونها همچنان جلو میاند، همچنان ایستادند، همچنان مقاومت میکنند. شما باید نیز چنین بکنید تا بتوانید از یک زجر مادام العمر و فقر مادام العمر نجات پیدا بکنید. روزگارتون خوش. خدا نگهدارتان تا فرصتی دیگر. همه شما را خدا. گر بزرگی به کام شیر در است، شو خطر کن ز کام شیر بجوی. یا بزرگی و عز و نعمت و جاه، یا چو مرداند مرگ رویا روی. برنامه‌ای از غلامرضا حسین‌پور.